السلام علیکم اکیداملا. چند سوال دارم، خواهش میکنم جواب گردانید. آیا در اسلام حج اکبر هست یا نیست؟ در اسلام حج اکبر نیست. بسیاری از حاجی های ما اعلان میکنن، خبر میتن این سال حج اکبر بود. نه دادر عزیز، حج اکبر گفتگی نیست. اون آیتی که اعوذ بالله من الشیطان الرجیم و اذان من الله و الرسول الى الناس یوم الحج الاکبر، این در سوره توبه آیت 3. خدا اینجا حج الاکبری که خبر داده است. من کتاب‌های فتوا را نگاه کردم. در کتاب‌های فتوا از حضرت عبدالله ابن عباس، از حضرت عمر رضی الله تعالی عنه، از حضرت عبدالله ابن زبیر، از حضرت عبدالله ابن عمرو روایت است که همین حج اکبری که خدا در سوره توبه گفته است، این چه هست؟ این همون روز عرفه است. چگونه که پیامبر گفتند الحج العرفه، حج همون روز عرفه است. همون روز عرفه را حج اکبر میگویند. این سخن حضرت عبدالله ابن عباس و حضرت عمر رضی الله تعالی عنه هست. و باز دیگر روایت هایی که در کتاب آمده است، حج عمره را حج اصغر میگویند، حج فرضی را حج اکبر میگویند. یعنی مراد همین که هر سال حج اکبر است. هر سال همین حاجی که میروند همین حج اکبر است. یعنی به خاطر که فرض بودنش این را حج اکبر میگویند. عمره را حج خرد میگویند، به خاطر که اون عرفات ندارد، به خاطر که اون مزدلفه ندارد. از اون رکنهای فرضی که در حج فرضی است در حج عمره نیست. به خاطر این را حج خرد میگن، این حج اکبر یعنی حج کلان میگویند. بعضی عوام الناس، بعضی آدمایی که گویم شاید که سطح دانششون پستر، همون حجی که پیامبر اولین بار که ادا کرده بود همون روز عرفه در روز جمعه آمده بود، پس همین را اخلاص کردن و گفتن همین حج اکبر است. ولی این نادرست است. اگر در روز جمعه هم عرفه آید او را ما حج اکبر گفتن نمیتونیم. حضرت امام مالک صاحب مذهبش میگوید که روز نهر یعنی روز قربانی این از حج اکبر. حضرت امام شافعی، حضرت امام ابو حنیفه رحمت الله علیه اینها میگویند که روز عرفه روز حج اکبر است. و حتی همین روز قربانی کردن هم تفسیر ابن کثیر میگوید که همین روز حج اکبر است. یعنی همچنان گفتگوزارهای زیادی در کتاب آمده است. به این خاطر ماها این خیل تصور نکنیم که در 30 و چند سال یک بار این حج میاد گفته این حج اکبر است. نه، این عقیده غلط است. خب دوم، پنجشنبهگی را خوردن درست است یا نادرست؟ نادرست است دادر عزیز، نخورین. ما چند بار این مسئله را گفته بودیم. یکی از مسئله که من زیاد در اطراف این گفتم این مسئله پنجشنبهگی خوری است. نخورین دادر عزیز. حالا ببینید، من در کتاب نگاه کردم در قسم دوم صفحه 107 محمود الفتاوا، خدا خیرشان دهد، از دارالعلوم زاهدانند، مفتی خدای نظر در کتابش آورده است که کسی که اگر پنجشنبهگی میکند و مردم رفته همون پنجشنبهگی را میخورد، وای حلال نخورده است، وای حرام خورده است. برادر عزیز و گرامی، این را مکروه تحریمی میگوید، صاحب کتاب میگوید. مفتی خدای نظر در قسم دوم محمود الفتاوا در صفحه 107 دلیل ها و حجت های خیلی زیاد، به خدا دو پشت ورق پر از نامه های کتاب ها آوردن که همین جایز نیست، درست نیست. حاضر مخفی خورده ایستن مردم. این نفس برادر عزیز، اگر پنجشنبه یک طرف، حالا ببینید برای چی پیامبر 2 روز روزه گیرین؟ یکی روز دوشنبه را روزه گیرین، یکی روز پنجشنبه را روزه گیرین.
یکی از سنت‌های پیامبر همین که دوشنبه و پنجشنبه روزدار باشین. اگر پنجشنبه خیری که درست میشد، پیامبر میگفت دوشنبه و چهارشنبه را گیرید، پنجشنبه روید، پنجشنبه کی تون خورید. آخه یک حجت خودش همین است که پنجشنبه را پیامبر روزه گفتند. برای این حیرت دم میمانی برادر عزیز و گرامی. ولی بعضی‌هاش میگن که برای آن که نفهمند شون که پنجشنبه خیری میروند، های مسجد میبرند، میگه اول روز خانه شون میروند، بعد که تین شید همه آرام است، بعد خانه مرده‌دار میروند. بیچاره مر ای گوش نگیره. برای شکم ببین، این حیله را برای شکم ببینید. اگر باور کنین یک پنجشنبه نه، در یک هفته 3 روز، دوشنبه، پنجشنبه، شنبه، 3 روز اگر خوردنی میشد، نفس ای شما راضی نمیشود. باز میگوید که کاش که 4 روز میشد، کاش که کلی هفته میشد. این سیر نمیکنه برادر عزیز این نفس انسان. برای این جایز نیست. نکنین دادرای عزیز، برادر مهربان، نکنین. اگر به خاطر ثواب کنین شما گناهکار میشین. باز قید میکنم از حساب همین گفتن در پیش بعض اهل علم هم سیاه شده. بسیاری این مستفیدایی که کم و بیش با دعامون میدادن، از حساب همین مسئله دیگر رومون هم نگاه نمیکنن. ولی به خاطر آن که قسم به نام خدا، به خاطر خدا گپ میزنم. ولی باز میگم در کورپچه ملای من میشینم، گوشت کلان در پیش من های، پول میته در پنجشنبگی در کار شود. ولی ما گذشتیم، از همه ما گذشتیم. لازم نیست، در کار نیست. بگذار اون چه که شریعت معین و مقرر کرده است همو دا پیرو شویم. به خاطر خدا کنی گناهکاری درست نیست برادر عزیز و گرامی. وهبه زحیلی در کتابش میگه از فرهنگ جاهلیت است، از دورهای پیش از اسلامی در اسلام ما گذشته است. دیگر فراموش نکنید که قانون جمهوری هم با امضای رهبر دولت که در همین مسئله ها گفتگوزار شده است، حدیث پیامبر است که و من یطیع الامیر فقط اطاعنی. پیامبر گفت کسی که پادشاه را اطاعت میکند معنای او را دارد که اطاعت رسول الله است. اطاعت رهبر، اطاعت گویم جناب حاضره، جناب عالی که در همین باب پنجشنبه و جمعه و هفت امضا کردن، همین را اطاعت در گردن همه ما واجب است. اطاعت رسول الله است، زیرا ای قرآن حدیث بیرون نگفتند. برای چی این کارو میکنیم آخر؟ فایده ما از به خدا قسم. صدقه را کسی پیش راش نگرفت، صدقه کردن بگیر. صدقه همین شرط نیست که همین 4 کسی ما را فیراد کنی و شکم ما سیر کنید. این امروز بهترین صدقه نیروگاه برقی راغون، بهترین صدقه به نام خدا. از این صدقه خوب دیگر حاضر کم یافت می شود. یک جایی که برای بهبودی ما و شما، برای آینده ما و شما چقدر نقش کلان می بازد. حالا ببین این صدایی که تمام کوچه را فرا می گیرد، با واسطه چی این صدا دور می رود؟ برق است. 4 روز سیبتا ما نسوزد، یک دیویژا که $200-300 می خرید. هر روز 2-3 لیتر بنزین صرف میکنیم. صرف کنید، خراجاتتون حساب کنید. برای روح پدرت، روح مادرت، اولاد اجدادت کوشش میکنید. این مرحمت، جای سهم گذاری، جای خیر احسان. اگر خاطر خدا باشد. برای این کسی که اگر دادرای عزیز تشکیل کننده پنجشنبگی است، یکمش گناهکار در پیش خدا است. کسی دانه و همین ها را اگر در همون جماعت ها خبر نکنه، از او آدم متهم و گناهکار نیست. اینا را رفته خبر تین درو پیش راشو نگیرن. خب سوم سوالی که کردن، حاجی در موسم حج از یک دوگانه ها دزدی کردن، حجشان قبول هست یا نه؟
از روزی که حاجی ها آمدن من چند سخنها شنیدم از زبان برادرای حاجی. از دکانها دزدیدن، بعضیهاش از بین یکدیگر پولهاشون دزدیدن. برای همون من او سخن حضرت سعدی را میگفتم که خر عیسی گر برش به مکه گرچه آید هنوز خر باشد. عاقلان این سخن نکو دانند زاده خر همیشه خر باشد. شما تصور کنید که خانه کعبه، مدینه منوره، روضه پیامبر را با چشم میبینی و با دزدی داری. خیلی جای بی حیایی است به خدا. مثل که در مسجد ها می آیند همین نماز تمام شد و بعضی آدم ها در پای افضال دزدی ها سر میکنن. معلوم است که وای جمعه خانی نیامده است و وای چی مرادش دزدی کردن پای افضال کدام برادرش است. این حاجی ها هم برادر، بعضی از حاجی ها وای اگر چنده که در احرام هم باشد، در صورت حاجیگی هم باشد، ولی در قلب او همون است، خواهشش مثال دزدیدن است. وقتی که وای خواهشات همون قلب خدا، نفس خدا وقتی اجرا میکند، او یقینا که اون عبادت هایی که مثال در پیش دارد اونا در خاطر وای هم نیست، وای در ذوق اجرایش وای هم نیست. برای همون 4 تنگایی که دریافت کرده است یا یگان ساعتی که از دکان دزدیده است برای همون بس است. السلام علیکم محترم اکای حاجی میرزا. من یک نفر زن همچون خواهر شما از کلخاز خواجه سرتیز قشلاق غیلات می باشم. من سخنهای نو به نوی شما را بسیار گوش میکنم و از شما خیلی منتدار هستم. سخنهای خوب میگوید در نزد مردم. من به شما سوالی دارم. من صاحب شوهر 2.5 سال شد زندگیم، مادر 2 فرزند شدم، فرزندانم از دنیا رفتن. شوهر من که فلانی اینجا نامش گرفته است، شرط نیست که من نام وی خوانم، در نمازهای جمعه شما اشتراک میکند. من او را حرمتش میکردم، بسیار دوستش میداشتم، وی همه را دوست میداشت. با سبب وفات کردن فرزندان من خوش دامنم به من چخ شدن و با شوهرم مجبور کرد که طلاقش را دهید. شوهرم با گپ مادرش رضا نبود، اما مرا مجبورا در راه طلاق داد. خب شاهد نبود، در پیش ما هیچ کس نبود، ما تنها بودیم. من 25 ساله هستم و شوهرم 30 ساله. من 5 وقت نماز عبادت خدا را میکنم، شبها نماز تهجد میخونم، همراه شوهرم با جماعت میخوندیم. محترم برادرم حاج میرزا، من تنها نکاح مسلمانی دارم. همین طلاق شوهرم در نزد خداوند قبول هست یا نه؟ جواب مکتوب مرا بخوانید و جوابش را فرستانید. و با احترام خواهر شما. راستی بار برادر عزیز و گرامی، وقتی که اگر شما زن دریافت کنید که نماز تهجد خوان باشد، 5 وقت نماز خواند، خب گویم قرآن خوان باشد، شما تصور کنید که شما آدم خدا دادین. شما هم تصور کنید، زیرا پیامبر گرامی من سعادت ابن آدم، ببینین از خوشبختی فرزند آدم، از خدادادی فرزند آدم این که او صاحب المرأة صالحه، اگر زنی خوب باشه. پیامبر میگه سعادتی توست، خدادادی توست و قدر و بزرگی تو را نشان میدهد که خدا برای تو زن نصیب کرده است که 5 وقت نماز میخواند، با این قناعت نمیکند، شب میخیزد ساعت 2-3 شب تهجد میخواند. باور کنین امروز شاید من غلطم نکنم 90% زنهای ما تهجد خوان نیستند. 90%. اگر 5 وقت نمازشون هم خوانند خدا خیرشون دهد. این جای تنقید و جای ملامت ایشان نیست، ولی 90%ش شاید که نماز تهجد خوانه باشد. این خدادادی است دادرای عزیز.
زنی که اگر در دل او باز مهری نماز تهجد باشد. این گونه زنها را انسان باید که هیچ وقت دور نکند. این بسیار زمینی خوب است. زن ضمیر زمین است. وقتی که زنی که اینقدر عفت داشته باشد، اینقدر خدا دوستدار و خدا پرست باشد، از این بسیار فرزندای خوب خداوند به دنیا میارد. این گونه زنها را باید که مورد طلاق و مورد پیش کردن هیچ کس باید قرار نتید برادر عزیز. برای همین آن طلاقی که بین شما شده است خواهر عزیز، این طلاق راه دارد. هم که گفته باشد طلاق کردم، این راه دارد. روین شما اگر باز صراحتا بیان میکردین که چگونه طلاق بود، اگر طلاق هایی که حتی به طلاق کردم باشد عدد نبرده باشد، شما میتوانید که با زندگیتان برقرار و دوام دادن گیرید. برای همین به این طلاق کردگی احتیاطاً شما باز نکاح کنین، اثر نو و باز زندگیتان دوام دادن گیرین. انشاءالله زندگیتان درست است و حلال است. خب بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم حاجی محترم، استاد عزیز حاجی میرزا. ما از نیروگاه برقی آبی راغون از شما خواهش میکنیم که با سوال ما جواب گردانید. ما نماز میخوانیم اما ملا امام ما ناس میکشد، به طهارت نماز رو میخواند. ما از قفای این خیل ملا امام نماز خوانیم یا نخوانیم؟ نخوانیم دادار عزیز. اگر ملا امام تو نماز سیگارت کش و ناس کش باشد، شما از پس وی نماز نخوانین اگر تقوا داشته باشین، زیرا که وی یکی از بنده های گناهگار در پیش خدا هست. هر یک انسانی که در جان خودش که پروردگار در قرآن بیان میکند که من برای شما مهربانم، شما هیچ وقت بر ضرر جان خودتان کاری را انجام ندهید. تاکیدهامان میکند. پیامبرمان در چندین حدیث های مبارک این گونه انسان ها را در حدیث مبارک من حسن حتی کفا بالمرء اثما ان یضیع من یقوت، برای در پیش خدا از جمله شرمنده ها بودن، از جمله اهل خجالت بودن، از جمله گناهکارها بودن، برای تو بس است که یک سامانی را تو در راه نادرست صرف کنی. پیامبر میگه یک سامانی، آیا ناز خریدن و سیگارت کشیدن، آیا این پول در راه نادرست نمی رود؟ برای نادرست صرف کردن تو در پیشگاه خداوند عالی گناهکاری. کجا عالی جای کشیدنش؟ حتی خریده برای کسی هدیتی، حتی خریده برای کسی روان کنی، تو در همه گناه هم شریکی. برای این از پس این گناه امام هایی که حتی ناس کشن و طهارت نکنن، باز از پسشون شما نماز نخوانید اگر تقوا داشته باشید. شاید که همون نخواندن شما پس همون یکی خدا ای شرم شما شده بس میکنه نماز همون ناس کشی را که قوم ما از پشتون بس کرده ایستاده است. اکو به خاطر خدا بس نکرد، شاید به خاطر شما بس کند. صوفی علیار در کتاب مسلک میگوید که اگر در جیب کدامت اگر ناس یا سیگارت باشد نماز ثواب ندارد، ولی کشیدن یک طرف همراهت باشد نماز ثواب ندارد. برادر عزیز با فایده جان خود مانه و شعار اسلام حدیث پیامبر گرامی لا ضرر و لا ضرار فی الاسلام. مسلمان کسی هست که پیامبر میگه که آدم ایماندار کسی هست که با کسی ضرر نمیرساند. یکم. دوم چیزی که بر ضرر جان او باشد او را ترک میکند. این را میگن آدم مسلمان ایماندار. اوخی هم در اقتصادت، هم در اقتصاد، هم در پول، هم در درآمد ضرر دارد، هم در بدن ضرر دارد. بین دو طرف ضرر میرساند. ضرر دیگرش همین است که در خاندانت بچت نبیرات همه ناسکش و سیگارت کش میشوند. بچه ها را پول میتین رو برای من ناس بخر، بچه ها را پول میتین رو برای من سیگارت بخر. اختو را در کجا دلالت داری؟ یا در پیش فرزند ناس میکشی؟
بسیاری از شراب نوش ها را من میدانم که بچه هاشون شراب نوشن به خاطر اون که پدرهاشون همین کارا که عادت کردن، فرزند فکر میکند این پدر من خیلی با عقل است، در تربیت خانه هم زلال دارد. برای این برادرای عزیز و گرامی به کسی سخت نرسد. نوزکش بسیار بی‌تمیز می شود، بعد بسیار بی‌تمیز می شود. ولی ببینین همون ناز کیفیتش با در حاجت خانه در بیرون نیست. اینا میکشد، ناز هم میکشد، بعد در حاجت خانه میدراید، میشینه به حضور. خداشون میگن که کیفیتش با در داخل حاجت خانه میگن. برای همین برادرای عزیز از همین چیز دور باشین. نه از پیامبرمان مانده است، نه از اصحاب پیامبر مانده است، این از دورای چنگیز است. بسیار دور باشین. اگر ملایمان در این کار باشد، برادرای عزیز، هیچ وقت شما از پسش نماز نخوانید. خب السلام علیکم داملا حاجی میرزا، با شما سوالی دارم. از شهرهای روسیه از نام شهرت و بابا جان و دیگر مسلمانهای تاجیک از ریان یاوان ما نسبت به شما بسیار مهر و محبت داریم و شما را یکی از پیشوایان راه حقیقت میدانیم. در حق ما دعا کنید. خداوند همه آن مردمی که از مردم مسلمان بیرون از خاندانهاشان در شهرهای دوردست برای پیدا کردن نفقه خانواده سعی دارن، کوشش دارن، خدایا رزقهاشان فراخ و با صحت و سلامت به خاندانشان برسانی. آمین یا رب العالمین. ولی برادرایی که در روسیه کار میکنین یا روسیه میرین، گشته میآیین، من همچه یک برادری شما، همچه یک خیرخواه شما، برای شما این قدر گفتنی هم که برادری عزیز و گرامی، اگر مبادای خداوند جان شما را در همون سفر گیرد، شما حکم شهید دارین، همچنانی که شهید در راه خدا شما جان به حق تسلیم کردین. به شرطی که اگر شما در همون دولت ها رفته و همون ایمانداری که در همینجا داشتین، همون خداپرستی که در همینجا داشتین، شما همین را در همونجا دوام تیین. یکی رفته شما همون زنهای گویم که با قول روسا همون پرستیتوتکه هایی که در کوچه ها هستند، همون فاحشه هایی که در کوچه ها هستند، بعضی هاتون به خاطر که صاحب خانه شوین، بعضی هاتون به خاطر که تسکین شهوت شود، بعضی ها گویم که نمیدانم شاید که وسواس های شیطانی شما در بیشتر غلبه میکند، در او دستی به زنا میزنین، در او همونجا شما ارکگالیک میشوین. بسیاری از جوانای تاجیک میگن، بسیاری تاجیکا را میدانیم که در قطار همون روزهایی که در کوچه ها خواب میکنن، در کوچه ها مینشینن، فرزندای تاجیک هم برابر اونا هستند. برادرای عزیز و گرامی، کوشش کنید که شما برای نفقه میروید، خداوند برای شما رزق ان شاء الله میرساند اگر شما تازه باشین. حتی ببینید همون مردم روس خودش از همین شراب نوشا بیزار شدگیان، برای اونا این خیلی کارگر شراب نوش هم در کار نیست. حتی بچه‌ای که نماز میخواند، بچه‌ای که حرام در نمیرود، همون مردم روس باید دوست بداره، با همون خیلی کارگر برای خودشون باور میکنن. بچه‌ای را میدونم به خدا میگفتن که حتی کلید همون جای پولهاش در من باور کرده است، در دست من دادگی است. به خاطر که من 5 وقت نماز میخوانم، به خاطر که من خیانت ندارم، در من که نه اولاد نه اجدادش هستم، در من باوری حاصل کرده است. ببینید این باوری را در دل کی در آورد؟ همون خدایی که تو باید عبادت میکنی و ایلا کی تو را باور میکند 10 تین 1 سومی روسی در دست نمیتیه. همه این به خاطر پاکی شما، به خاطر تازه گشتن شما. برای این دادرای عزیز در اونجا صبر کنید، شما صبر کنید. منم میدانم ما هم انسانیم، اینها را همش احساس میکنیم. با چشم رسیدن اون زنهای عریانی که در اون دولت ها هستند، اون دیسک کلوب هایی که زنها مثال عریان در اونجا گویم که رقص و بازی میکنن، در کوچه ها
با مبلغ‌های معینی که نرخنامی کردگیان، ولی شما که اونجا خطی گذار کردین، چشم شما که رسید، وسواس شیطان شما را بیشتر به سوی خودش جلب میکند. ولی کوشش کنید این سخنها را در گوشتان گیرین و اراده مستحکم قطعی همون حکم شهیدی که خداوند برای مسافری که فقط در راه درست کار میکند، حلال کار میکند، همین را از بیخکای گوشان دور نکنین. اینجا پدر و مادراتون انتظاره، اینجا در محلداری ها از شما انتظاره، اینجا فرزندکاتون از شما انتظاری دارد. شما رفته در اوج این مشغولیت ها را که شوین، بعد خدا زده میشوین، بعد دیگه الله که خداوند شما در نظر رحمت ندارد، دیگه آن چیزی که دریاب میکنین دیگه او پولم در دستم باقی نمیمانه. ولی من نو 4-5 روز پیش در دوشنبه مجلس بود، حضور داشتم، 1740 دختری تاجیک ما کسل پیچیدگیان، 1740 نفر. ولی بسیارش از همون جمعه آوردن این کسل ها را از مهاجرت. برای من دادرای عزیز، هر کدامت که رفتین راهتون سفید، خداوند شما را نگه دارد و کوشش کنین که به حرام ها نروین، پشیمان میشین به خدا قسم. خب السلام علیکم اکیدملا. دو سوال دارم. کسانی که افیون و گیرین میفروشند، آیا اینها را خبرداری کردن ثواب، خبرکشی کردن ثواب است یا گناه؟ ثواب است برادر عزیز. کسانی که اگر در محله هاتون گیرین میفروشند، افیون میفروشند، شما اگر دانین خبرداری کنین، به خاطر که اینا زهر پاشی میکنن. آخر شما میدونین که هزارها جوانای ما و شما را، بچه‌های ما و شما را، همه اینها را به همین پایبند میکند. او به سعادت همو شپانکایی که میفروشند 10 سامان و 15 سامان، برای او همو 10 سامان 15 سامانی که میفروشد، از 1000 فرزندای ما و شما اگر بیکاره و از 1000 فرزندای ما و شما که بیماری ها در مبتلا شدند، برای همو 10 سامانی خیلی قدری بلند دارد. شما بینید برادر عزیز، چرا حتی اینجا با در مکتوب نویسنده است که اگر که خبرکشی کنی با تو را بز میگن. نیوی بز خود همو فروشنده، نه اینکه شما کسانی هستین که حقیقت را جستجو دارین. شما کسانی هستین که گناه یک انسان پوشیده نمیکنین. بیرحمی او انسان بین که او فرزندای ما را زهرآلود میکند و ماها گناه او انسان پوشیده نگه میداریم. برای من اینا هم یک ضرر رسان‌های در همین بین ما و شما هستند. چی فاحشه ها باشند، در کدام محلهایی که فاحشه ها هستند. ولی شما میدونید که بعضی از نوجوان مردهای ما صدقه نام ایمانی و اسلامی و تاجیکی و صدقه گویم همین آدمگریش کند، امروز حتی که دخترکای میده میده را برده به ملت‌های بیگانه میفروشند. در همین جای خودمان برای 1000 سوم روسی، برای 2000 سوم روسی دخترهای را وابسته کردن که فلانی ها را مثال جلب کن، با 4 تنگه برده دخترای مردها را، مردم دخترها شد بیراه میکنن. آخی اینا باور کنین یکی از خدا زده ترین همین انسان در روی زمین انامین اینها هستند که با این کارها مشغول هستند. این خیلی آدم‌ها را همون افغانستان در آوازها هست که گویا که اونجا در بچه بازی میکنن، اینا را برده دست همون افغانا دادن در کاره، تا که فهمن که کنی همین دخترای مردم در همین راه بردن چی تاثیر دارد، بعدا به سر خلاصه می آیند. شاید یک تهمت در همون حق مردم افغانستان است، ولی دارد در همه جای اینها هستند. حتی وقتای پیش میگفتن که از همین جهت اگر کسی ترمه رود، ایره هم چوزن در همونجا استفاده میبردند همین خیلی انسان ها را.
برای همین اگر همین ها هم که شما ادرساشون هم دانین، شما مکتوب نویسین، نامش قطعی نویسین، ما در همین جا میخونیمش، ما ای پیش میشیم. شما اگر نتوانین گفته ما از پیش میشیم. برای ما غم ملتمان، برای ما غم این مردمان لازم است. ما ننگ ناموس داریم. کسی اگر هم خیلی دختر فروشاره و بچه فروشاره اگر داند ادرساشون رو نویسین برادر عزیز. خب دویم سوال، اگر این را در حالت می گفتم که زن مرا قانع نمی کرد، هر ناز و نوزی زیاد می کرد، من با او گفتم که اگر با تو دیگر همخوابه شوم همچنان است که با مادرم همخوابه شده باشم. قسم چی در کار های؟ مقصد وقتی که با زن خانه‌داری میکرد، خواهشی با زن خانه‌داری کنم، زن مرا قانع نمیکند، مقصد راضی نمیشود و ناز و نوزی زیاد میکند. پس مقصد جنجالشون شده است. گفته است اگر بار دیگر من با تو همخوابه شوم گویا با مادرم همخوابه شدم. برادر عزیز، اولا در این قسم هم نیست، چیزی ثابت نمیشود، نه طلاق میشود نه زیهار واقع میشود، چیزی واقع نمیشود. فقط یک شرط نادرست است، فقط یک گویم بسیار جمله های نادرست و ناروا و بسیار سخته برای شما هست، ولی نه زیهار واقع می شود نه طلاق واقع می شود. در فتاوای هندی من اینو دیدم. ولی این خیلی اراده نکنین. من وقتی که درباره حق مردها صحبت میکردم، همون حدیثی را که من آورده بودم که در حدیث پیامبر گرامی گفته بودند که اذا دعا الرجل امرأته الى فراشه، وقتی که مرد زنی خودش را برای همخوابه شدن دعوت میکند، فلم تأتیه، پس زن خواهش نمیکند، خواهش مرد اجرا نمیکند، با مرد همخوابه نمیشود، پیامبر چی گفتند؟ فبات غضبان، بعدا این مرد وقتی خواهشی که اجرا نشد غضبناک شب روز کرد، لعنتها الملائکه. پیامبر گفت برای این گونه زن تا روز لعنت ملائکه های خدا هست. وقتی این حدیث را من خوانده بودم، بسیاری از برادرها مرا ایراد گرفتن که همین مسئله هست که شما مقصد در جمعه در بین مردم میگوین، حالا که چیز سختی نیست. ولی ببین سوال ها را ببینید. من اینم به خاطر آن گفتم که حتی زنهایی بودن که رسیدن خودشون با شوهر حلالی خودشون شرطنامه کرده بودن، با شرطنامه اگر اجازه دی پگه بازار روم من در اختیار تو، اگر اجازه ندی مقصد من تو را راضی نمیکنم، یا اگر فلان قدر مبلغ برای من جدا میکنی یا فلان چیز برای من میخری. این که شرطنامه مونده بودن. حتی بعضی هاشون گفتن ما طلاق میکنیم، بعضی هاشون گفتن ما زنا میکنیم. این کار پدر و مادر است. حتی پدر و مادری که باید که دختر وقتی به شوهر میتیم همین مسئله را مادر در پیش او گذاره. این جای عیبش نیست که یکی از وظیفه های تو خواهر عزیز قانع کردن شوهر است. حتی پیامبر گرامی میفرماید شما اگر بالای اشتر در نشسته باشین یا در حالت گردی تنور در حالت نانپزی باشین، اگر اشاره مرد به سوی شما شود شما گردی تنور را ترک کنین یا از بالای شتر پایان شوین، مرد راضی کنین، بعد از پیکارتون شوین. اینا را برای چی گفتم پیامبر؟ حکمت این معلوم شود. الحال
که سبب حتی طلاق، ثواب زنا کردن در جوانها پیدا می شود. اینها را حتی که مادرها باید که به فرزنداشون رسونند که دخترم شوهر این خیلی قاعده ها دارد، در برابر همه قاعده های فهماندن این هم باید که قید کنند. ولی اینجا یک سوال دیگر هم است در همین باب، حکم معنای همین را دارد، دیگر خواندن شرط نیست. میگه هر وقتی که مقصد طلب میکنیم از زنها، در جواب میگویند که هوا خنک، مقصد یا اینکه همین غسل کردن کاری مشکله، خیلی کن دیگر اینها گویم که مانع نمیشوند، اینها سبب هم نمیشوند که ما گویم که بله وقتی هوا خنک شد یا وقتی که غسل کردن برای تو دشوار آمد شوهر راضی نکن. نه، در هر حالتی که مرد خواهش کرد ولی خدا را شکر آخه این خانه‌های ما را ببینین، این شرایط‌های حاضره ما را ببینین. شما با شرایط‌های دوره‌های پیش مقایسه کنین، اونا در کدام حالت‌ها قرار داشتند. حتی همین مردهایی که حاضر سن و سالشون به 65 و 70 رسیده است، 40 سال و 50 سال پیش حکایت میکنن که مثلا حتی حمام نداشتیم، در بین حولی ها بازی میکردیم در زمستان. بعضی همون میگه در کانال های آب میرفتیم آب بازی میکردیم. بین زنهای اقلا 40-50 سال پیشه، حالا که گردهای خانه حاضر خیلی با مدنیت بالا رفتگی است، ولی ترمیکس های گرمه، ولی گردی همون خانک ها محکمن، ولی پیچکه ها زدگی هن. هی چی گپی نه بخی. حسن بصری حکایت میکنه که زمان پیامبر گرامی را چی زنهای نورانی بودن، به خدا خودشون هم نور بود، کارشون هم نور بود. میگه زمانی که زنهای دوره پیامبر گرامی طهارت میکردن، طهارت و تجملت، سرمه میکشیدن، اسمه میکشیدن، خوشبو میکردن خودشونه و به نزد مردها می آمدن، شوهرهاشون می آمدن. ولی مردک اشاره نکرده، مردک خواهش نکرده، ولی جنگ جنجال بینه، نه خواهش داره مردک، نه چیز درباره خانه‌داری به این زن گفته است، هیچی نگفته است. همین اراده خواه کردن میکرده است که زنک در حالت طهارت با تمام همون حسن و جمالی که و لباسای تازه و زیبایی که داره می پوشیده و نزد مردکش می آمده. بعد چی می گفته؟ الکی بی حاجه، مردک اگان حاجت داری؟ از می پرسه امیره، از باور کنین خیلی شاید باشد یک تا نیم تا باشد، از همین درآمده نادرآمده که پرابلم ها سر می شود، مشکلات ها سر می شود. گپ در این که برادرای عزیز یک چیز دیگر ما قید کنم، جای قیدش هم است، همین معامله خوبی زنک و همون حسن جمالی که زنک خودش زیبا میکند، خوشبویی که همون زنک خودش میکند، همین خیلی یک ناز و نوزی که در راست مردک میکند، همون مردک حتی مرده باشه زنده میشه. باور کن، مرده باشه زنده میشود. همون مردک خواهش هم نباشد، وقتی همین رفتار زنک ببیند الکی رنگ روش دیگر میشود. باور کنیم برادر عزیز، این گپ های کتابی هست. به خدا اگر چنده که شاید امروز کم کم که در نظر خودمان
مثل که روبرو نشیدیم در همین خیلی زنها، شاید در نظر ما و شما کمتر دیگه از علم میتابد. وقتی که مثال مرد خواهش میکنه و زن روی ترش دارد یا یگان درشتانه با او مردک صحبت میکند، خواهش هم که باشد میگه در کار نیست، در کار نیست میگه. برای همین شیخ سعدی میگفتن به زندان قاضی گرفتار به که در خانه بینی در ابرو گیره. همین ابرو دا که گیره را دیدی، همون زندان قاضی دا اگر باشی از خانه 100 برابر خوبه. تهی پای رفتن به از کفش تنگ، ببینین بلای سفر به که در خانه جنگ. چه سخنهای بالای گفتند. زنهای دوره صحابه را ببینین، زنهای دوره رسول اکرم را ببینین چه تعلیماتهای خوبی داشتند. حاضر فقط زنها، نه همه زنها، من همه زنها را در نظر ندارم، بسیاری از زنها تمام آن خوشبویی ها و تمام زیباگی هاش فقط برای رفتن خانه پدر و مادر، برای رفتن یگان جا تماشا یا برای بازار، برای اونجا تمامی ناز و سکه‌ای که دارد همونجا صرف میکند، در راست شوهر نیست. بعدا ببینه برادر عزیز، وقتی که خودش زیبا میکرد، خوشبویی میکرد، نزد مردک دمی آمد میپرسید به من یگان حاجت داری مرد، همون را برای چی میکرد؟ به خاطر خدا میکرد. او زنها زنهای تری شهوانی نبودند. مراد از اینجا شهوت دگب نمیرود. مراد اونا دائم خواهشی با مردک هم خوابه شدن نداشتند، همون هم زن بودند مثل همین زنهای امروزه. فقط اونها یک چی داشتند در وجود، حکومت خدایی داشتند، حکومت ایمانی داشتند، هر لحظه از خدا میترسیدند. بعدن که میگم مرد که میگفت که رحمت به پدر و مادرت، رحمت برای تربیتگرهای تو، خدا در عمر تو برکات دهد. البته مرد در عوض این خیل معامله هم تا میگه، همین خیل میگه که رحمت برای همون تربیتگرهای تو، رحمت برای گویم که آن تربیه‌ای که شما در خاندان گرفتید، خدا در عمر و جانت برکات دهد. این دعای خیره میگه. وقتی در حقش میکرد بچه میگفت اجازت باشد اگر قبله من، شوهر من 2 رکعت نماز در حق جان تو خانم، 2 رکعت نماز در حق جان تو خانم. از نماز خود چه نمیخوانم، 2 رکعت نماز در حق جانت خانم، 2 رکعت در حقش گویم نماز میخواند، دعاش و ثوابش در حق مردک حواله میکنه. چه زنهای با تقوای بودن، چه زنهای خدا ترس و خدا پرست بودن. برای همین است که در حیات همون صحابه ها نگاه میکنی چه عبادت های زیبای شب و روز در راه خدا خدمت میکند، به خاطر که از طرف خانه تنج بودند. شیخ سعدی میگو برا 5 نوبت بزن بر درت، اگر یار موافق بود در برت. ببینین برا 5 وقت نماز تا بچم به حضور خان. وقتی که در پهلوکت آدم موافق داری، در پهلوکت دختری گویم که پدردار و مادردار داری، رو 5 وقت نماز به حضور دل خواندن بگیر. همه روز اگر غم خوری غم مدار، چو شب غم گسارت بود در کنار. همه روز اگر غم ها و مشکلات هایی که بالای گردن تو باشد، همه اینا غم نیست، همه این غم در یک لحظه میبرارد کی؟ آن کسی که در خانه آن زن پارسا و خداشناس و خدا پرسته که خدا تر داده است. خب این چی سوال بود که ما قشرش دادیم؟ خب خیلی احترام بوده است. انا یک سوال آخرانه میخوانم، به همین دعا میکنیم انشاءالله.
السلام علیکم. بلبل اسلام ما، از راه دور آمدیم، با سوال ما جواب گویید. زنی که در حق شوهر خود گمان بد یا تهمت کند او را چی باید کرد؟ من وی را نصیحت میکنم نمی شود. وی بسیار مخلص شما هست. خب اکی یک چیز من خلاصه میبرارم. مثال زنی که در حق مرد میگه برادر ما گمانهای بد دارد و تهمت دارد، هرچی نصیحت میکنم گوش نمیکنه، اون مخلص شما هست. من همین سوالا یک خلاصه برداشتم. کجایی ده که یک کس گپ شما را گوش نمیکنه و بیرهی بعد مخلصی مش میگه؟ اینا ده ها همه مکتوبا را من خواندم. یک کس شراب نوشه میگه همین قمیگمش گپ نمیگیره مخلصی تای. مثال یک کسش سیگارت میکشه میگه این زنی که مثال نسبت شوهر گمان بد داره نصیحت کم نشیده مثال مخلصی شما. اون مخلصی ما باشه ان شاء الله شوهر بالای دست میگرداند. این گپ هوایی است. این گپی که من گفتم در باب احترام زن و شوهر، درباره حقوق شما، درباره حقوق زنها، اون مخلص باشه باور کنین دیگر آخی خدمت شاید که اندازش هم از بالاتر برای شما خدمت کند. وای مخلصی من نیست. مخلصی ما میشدگی آدم هیچ وقت مثال به اندیشه و به عقلانه رفتار نمیکنه. برای همین شما همون مخلصی شماشه ننویسین، همون ننویسین که مثال همون تهمت هست یا که مثال بهتان در حق ما میکنه. خب برای همین خدا چی جزا معین کرده است همون شو گوییم. بس من مخلص خودم کسی را میشمارم که آن چیزی که از نام خدا و رسول گفتیم با وی پایبند است. وی مخلص ما. زیرا خواهش ما همین است که برادرایی که ما را گوش میکنن، احترام میکنن، حرمت میکنن، آن چیزی که من قال الله گفتم و قال رسول الله گفتم به دندانهای کرسی باید دارد. زیرا سخن خدا و سخن رسول الله است. و تمام مهنت و زحمت ما برای همین اصلاحی گویم جامعه، برای بهبودی اخلاق حمیده هر کدام ما و شما هست. خداوند عاقبت همه ما و شما را بخیر کند، ایمانهای همه ما و شما را با سلامت نگه دارد و خدای مهربان عزت هم دنیا و هم آخرتی ما را بلند بگرداند. گذشتگان همه ما و شما را خدای مهربان مغفرت بگرداند. بیماری های اهل این جمعیت ما را و تمام مسلمان ها را خدایا شفای کامل و شفای عاجل نصیب بگردانی. تمام مسافرها را پروردگارا صحت و سلامت به خاندانشان بر بگردانی. امروز که یکی از کارهای خیلی نیکی که برای بنیاد همین نیروگاه برقی راغون که همه کمر همت بستند، دعا کنیم که خداوند همین کار خیره، همین کار نیکه به آخر رسانیدنش برای این مردم ما نصیب و روزی بگرداند و نفع او را، فایده او را هم خدایا برای فایده تمام مسلمان های ما و شما و بیرون از ما و شما بگرداند. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ هدیتنا و هب لنا من لدنک رحمه انک انت الوهاب. برادرایی که از راههای دور آمدن اینجا، برادرای ما از غازی ملک آمدن، برادرای ما از قرغن آمدن، برادرای ما از ریگر آمدن، یک دو برادر ما از اسفرا آمدن. خدایا قدمایشان در حسنات نویسی و با صحت و سلامت خدای مهربان به خاندانشان رسانی. آمین یا رب العالمین. خب اینجا در کم یک همین را بینم. برادر از مومن آباد در حق پدرش گذشته بوده است. یک برادر 2 دانه قرآن آورده بوده است. شخصایی که در صندوق خیریه دعا کنید. یک برادر از حکیم آباد میتی گذشته نامش نعمت الله. یک برادر از مومیرک. خب در حقش گفتن دعا کنید. و بابای استافیزم از محله خودمان که در حق ایشان هم گفتن دعا کنید. خدای مهربان همه اینها را رحمت و مغفرت بگرداند و هر آرزو و امیدهایی که بندگان تو دارد خدای با فضل کرمت حاصل گردانی. آمین یا رب العالمین. خدا همه شما را صحت و سلامت تا جمعه آینده نگه دارد. من شاید یک جمعه یا 2 جمعه دیگه سوال جواب میکنم و بعد میگذاریم در قصه اصحاب پیامبر
فضیلت صحابه های پیامبر. صحابه کی را میگویند؟ اونها چیها خدمت در راه خدا کردند؟ چرا امروز شخصای پیدا میشن که نسبت اصحاب پیامبر بعضی تحقیرها دارند، بعضی ایرادگیری ها و کمبودی ها گیری ها دارند؟ ان شاء الله من از روی اینها بعد معلومات پوره اگر خداوند برای من مهلت دهد و وقت دهد من برای شما پوره درباره اصحاب پیامبرم صحبت میکنم. خداوند شما را همیشه صحت و سلامت نگه دارد.